چطوری بدون رضایت من میخوای منو بدی به مقصود؟ مگه نمیدونی اون چی کارا کرده؟ تو دیگه کی هستی؟ ببین دختر، من با مقصود حرف زدم. با اون ازدواج میکنی یا زنش میشی؟ و سلام. بابا قربونت برم، خودت میشنوی چی داری میگی؟ تو رو خدا اینجوری نگو. من هر چی بگم همون میشه. میگم ازدواج میکنی یعنی ازدواج میکنی، فهمیدی؟ ازدواج نمیکنم، میخوام درس بخونم، بهم قول داده بودی. دوباره شروع کرد چرت گفتن. درویش تو رو خدا اینجوری نکن. زن میزنم میکشمت. به خدای احد و واحد ناکارت میکنم، فهمیدی؟ کشش نده. شنیدی چی میگم یا نه؟ کشش بدی خودم میکشمت، فهمیدی؟ داداش من هر چی میگم همون میشه. ما با هم یه قراری گذاشتیم مگه نه؟ من هم به پول بهت دادم، اگه مشکلی هست بهم بگو. بمیرم من با تو ازدواج نمیکنم، اینو بفهم. آرام باش مسعود، ببین من حلش میکنم، باشه؟ و حلش میکنم تو نگران بسه دیگه، بسه. صدای شلیک بود؟ بیا دخترم. دارین منو بازی میدین ها؟ مگه من مسخره شما؟ مقصود چه بازی مقصود؟ گفتم حلش میکنم دیگه. ببین منو که میشناسی، بهتر دیوونم نکنین. به خدا تیر بارونتون میکنم ها، میدونی که میکنم. مقصود بهت قول میدم به خدا حلش میکنم. چه یه نفر چه 4 نفر واسه من فرقی اینجا نمیکنه. چه خبره؟ چیزی نیست آقا، موضوع بین خودمونه، به شما ربطی نداره. چیزی نشده خواهر، یه بده بستونی بین خودمونه، واسه همین یکم عصبانی شده. نمیتونین مثل آدم با هم حرف بزنین ها؟ خان جلوی زن و بچه تفنگ کشیدن یعنی چی دیگه؟ ولش کن. الف تو هم برو. نجام چش آقا. بزن به چاچ. نجام دافنه جون دیگه گریه نکن، بابا الان میفهمه. تو که وضعیتشو میدونی. چی کار کنم امینه؟ دست خودم که نیست. مشخص بود اینجوری میشه. عفت خانومه دیگه، حتما یه نوه پسر میخواد. میخوان منو از قهرمان جدا کنن. اون زن هر کاری ازش برمیاد. درست میگی. دافنه تو راجب آدما چی فکر میکنی؟ امینه من باید چی کار کنم؟ من بدون قهرمان نمیتونم زندگی کنم. همینجوری تو زندگیم یه کمبود خیلی بزرگ دارم. بچه دار نمیشم. اگه قهرمان از دست بدم چی کار کنم؟ امینه سال هاست که داری از بابام پرستاری میکنی، همیشه کنار ما بودی، تو منو خیلی خوب میشناسی. من چی کار کنم؟ تو راهنماییم کن. دافنه جون تو باید قوی باشی، تو باید بتونی رو پای خودت وایسی. اگه ناامید بشی کارت خیلی سخت میشه. توانی ندارم، من دیگه خسته شدم. نه هنوز که اتفاقی نیفتاده، بالاخره هر جوری هم باشه یه راهی واسه بچه دار شدنتون پیدا میشه. میدونی امینه تموم راه ها رو امتحان کردیم، چند بار رفتم خارج از کشور و اومدم، دکتری نبود که پیشش نرفته باشم. قبلا یه چیزی بهت گفته بودم، یادت میاد؟ چی؟ همین مسئله رحم اجاره‌ای. ببین من سالهاست که پرستارم، موارد زیادی دیدم، خیلی ها هستن که مشکل شما رو دارن. قهرمان هرگز همچین چیزی رو قبول نمیکنه. نه اگه تو بخوای قبول میکنه، وگرنه زندگی و ازدواجتون بی خودی نابود میشه. دافنه من توی بیمارستان خیلی از این موارد دیدم.
به نظرت راست میگفتن دایی؟ مسئله بدهی و این چیزا بوده؟ نمیدونم، اما اصلا از اون مرد خوشم نیومد. والا منم بهش مشکوک شدم، خیلی شبیه لاتا بود. منم ازش خوشم نیومد. باید اصل قضیه رو بفهمم وگرنه خیالم راحت نمیشه. چطوری میخوای بفهمی؟ آقا ولی بله خان. ببین یه چیزی میخوام بپرسم. ما داشتیم از عروسی میومدیم، سر راه یه مرد قد بلندی رو دیدیم. برای تو بینم زود باش. منو خار میکنی؟ آره جلو مردم منو خار میکنی؟ تو خودت آبروی ما رو بردی. تو چه جور آدمی هستی هان؟ اصلا خجالت نمیکشی؟ من به مقصود قول دادم، قول. اما تو چیکار کردی؟ تو رو من وایسادی، رو حرف من حرف زدی. من با اون ازدواج نمیکنم. بیا ببینم. بیا بابا. بیا ببینم. بابا نکن. گفتم بیا. برو تو. برو تو. بلم کن. بابا. برو تو ببینم. بابا بلم کن. بابا. تو برو کنار. بابا ازت خواهش میکنم. برو تو گفت حرف نزن. درویش تو خدا. این کارو نکن. بابا ازت خواهش میکنم. جنازتو ببرم نمیذارم این در بیاری بیرون. بابا درو باز کن. این درو باز کن. درویش تو رو خدا اگه یه ذره خاطرم برات عزیزه نذار دخترم اون تو بمونه، خواهش میکنم، التماس برو کنه ببینم. مامان گفت دختر تو این حرفا رو کلش کردی. تحقیرت توی که این دختر تو رو به ما بیسته. زبون تو هم دراز بود، تو هم بالو پرداشتی، اما همونطور که تو رو آدم کردم اهلیت کردم نشوندم تو خونه، اونم آدمش میکنم، اونم اهلی میشه. فهمیدی؟ انقدر میزنم این صدا زک بده. بشین پسر، راحت باش. چایش معرکه است نه؟ اجازه است خان؟ بیا ولی بگو. همونطور که خواستین خونه ها رو نگاه کردم، هیچ سر صدایی نبود، همه جا ساکته. مطمئنی؟ خوب نگاه کردی؟ بله آقا. باشه ممنون. خواهش میکنم آقا. حالا دیگه خیالت راحت شد؟ یک کم. اون دختره کی بود دایی؟ چه میدونم پسر، یکی از اهالی اینجاست دیگه. چطور؟ هیچی. یعنی چی هیچی؟ چشمتو گرفته؟ دختر خوشگلی بود. ببین دوباره میپرسه ازدواج میکنی؟ ازدواج نمیکنم. جواب بده. ازدواج نمیکنم. ازدواج نمیکنم. زن مقصود نمیشم. تا صبح منتظر میمونم. من خسته نمیشم. هر وقت گفتی ازدواج میکنی میای بیرون. اگه بگی نه دیگه خودت میدونی. باور کن دایی، واقعا این اسم قهرمان خیلی به تو میاد. اگه یکم دیر میرسیدی حتما یکیشون میمرد. درست سر بزنگا رسیدی. من فکر میکنم روح بتمن تو وجودته. لابا تو هم میشی رابین. آره. یادت میاد وقتی من بچه بودم یه پسره بود، اسمشو نمیدونم کامل بود کمال بود چی بود؟ آها، همونی که کتکت زد؟ کتک نبود که، دعوای بچگونه بود دیگه. بارا بینم آخرین بار کامل از گوشت گرفته بود کشون می آورده، تو هم فقط داشتی گریه می‌کردی. تو هم تا فهمیدی زود خودتو رسوندی. یه تصویری تو ذهنم مونده، کاملو چسبونده بودی به دیوار و پاهاش 10 سانت از زمین جدا شده بود. بیچاره داشت دست و پا میزد. خب حقش بود دیگه. کسی که خواهر زادمو اذیت کنه بایدم تنبیه بشه. دایی فقط تو بودی که همیشه هوامو داشتی، یعنی بعد از فوت بابا. ممنون دایی، ممنون که هستی. واقعا خیلی خوشحالم که دایی مثل تو دارم. چی شده پسر؟ خیر باشه. نصف شب این حرفا چیه؟
چه میدونم بابا، یهویی یاد خاطره هامون افتادم، احساساتی شدم. اگه تو بودی این کارو نمی کردی؟ معلومه که هر کاری میتونستم انجام میدادم. قاطی دعوا نمی شدی؟ نه، من پلیس خبر میکردم. بچه سوسو. تصمیم تو گرفتی ها؟ ازدواج میکنی یا نمیکنی ها؟ با تو هم؟ ازدواج نمیکنم. بلم کن بابا، بلم کن. مثل اینکه هنوز سر عقل میکشمت. بسته میکشمت دختر. جلو نیای خوشنر، جلو نیای. اگر پدرش رو در گیرم گمشی برید. من تو رو میکشم، واسه آخرین بار میپرسم، دیگه هم نمیپرسم. بمیرم هم کاری که میخوای نمیکنم. با اون ازدواج نمیکنم. من تو رو میکشم، با دستم خفت میکنم، با دستم خفت میکنم، زنده سر جالت میکنم، میکشمت دختر بیشور، میکشمت. باید ازدواج. بابا مامان کشتمش من کشتمش. چیکار کنیم؟ شکران برای مامان میبری؟ آره بده من میبرم، باهاش حرف دارم. آها، قهوه رو من درست کنم به اسم تو در بره. قهوه درست کردی؟ شکران درست کرده، من آوردمش. میخوام درباره یه مسئله باهاتون صحبت کنم مامان. بشین ببینم. یاد اولین روزی که دیدمتون افتادم. الانم مثل اون موقع دست و پام از هیجان میلرزه. راحت باش دخترم، بگو ببینم. درباره بچه است مامان. من نمیتونم بچه‌ای براتون بیارم. سال هاست که دارم عذاب میکشم. هم برای خودم ناراحتم، هم برای شما. مامان، من یه تصمیمی گرفتم. اگه شما قبول کنید یه راهی هست. چه راهی دخترم؟
رحم اجاره مامان. شکران، داری چی کار میکنی؟ اینا چی دارن به هم میگن؟ این رحم اجاره‌ای چطوریه؟ من نمیدونم، تا حالا اصلا بهش نیازی نداشتیم. یکی رو پیدا میکنیم که بتونه بچه رو تو رحمش نگه داره. مامان، من نمیتونم بچه‌مو نگه دارم، سخت میشه. چند بار امتحان کردیم اما با یه زن دیگه حتما میشه. بچه منو قهرمانه، اون فقط به دنیا میاردش، از خونه منو قهرمان میشه. یعنی بچه تو شکم اون زن رشد میکنه؟ اما بچه ماست، وقتی به دنیا بیاد ازش میگیریمش. مامان، شما صاحب یه نوه میشین. از کجاست؟ کجا قایمش کرده؟ آبجی باید چی کار کنیم؟ فرار میکنیم، نازی از اینجا میریم. ما که پولی نداریم دخترم. هر طوری شده یه راهی پیدا میکنم. تا برمیگردم حاضر شیم باشه، دارم رو کسی باز نکنم. باشه، من یه راهی پیدا میکنم. پاشو دخترم. خب این زنی که میگی قراره کی باشه؟ نمیدونم، خیلی ها هستن که حاضرن این کارو بکنن. صبر کن ببینم دخترم، ما خانواده اصیلی هستیم، نمیشه که به هر کسی اجازه بدیم نوه‌مونو تو شکمش بزرگ کنه. خب پس کی؟ تا سر ماه 5 روز مونده. ببینین گفتم که خیلی بهش احتیاج دارم. یعنی میگه هر کسی احتیاج داشت باید زودتر بیاد حقوقشو بگیره؟ اینجوری که نمیشه دخترم. 5 روزشو کم کنین بقیه‌شو بدین، نمیشه. این شرکت سیستم و حساب کتابی داره، هر کس نمیتونه سر خود کار انجام بده. منم قهرمان خانو پیدا میکنم. حالا چی کار کنم؟ قهرمان بفرمایید. حقوقمو میخوام، کارمنداتون نمیدن. حقوقتون پرداخت نشده؟ نه من مال این ماهو میگم. هنوز ماه تموم نشده. قبول، اونا رو کم کنن بقیه‌شو بهم بدن، همینم بگیرم کافیه. حالا که انقدر عجله دارین یعنی یه مشکلی هست. بله خیلی مهمه، عجله دارم. خواهش میکنم بگی حقوقمو بهم بدن. شما حالتون خوبه؟ بله خوبم. باشه، زنگ میزنم. قهرمان خان.
ببخشید، معذرت میخوام. شما اسمتون چیه؟ الی. ببینین، من فقط دستمزدمو میخوام، حقمو میخوام، نه کم نه زیاد. 5 روز کم کنن باقیشو بدن لطفا. باشه، آروم باشی، برین حسابداری انجام میدم. ممنون. سر دایی کنترلشون کردم. 15 تن صادرات به مقصد فرانسه. آفرین، داری یاد میگیری. هواپیما نپره. بجو. تو تصمیم درستی گرفتی دخترم. بقیهشو بسپر به من خودم زنی که قرار بچه رو نگه داره رو انتخاب میکنم. تا آخر این ماجرا هم تو و هم قهرمان نمیفهمید اون زن کیه. نمیفهمیم؟ نه خیر، هیچ کس نباید بدونه. این رازو به عنوان یه راز خانوادگی با خودمون به گور میبریم. متوجه شدی؟ حالا تو یه وظیفه مهم داری. باید شوهرتو قانع کنی. قهرمان قبول میکنه مامان. تو زنشی، اونشو دیگه نمیدونم. تو قهرمانو بهتر از هر کسی میشناسی. با این عجله کجا میری دختر؟ چرا؟ تو چی داری میگی دافنه؟ خودت میفهمی چی داری میگی؟ تو عقلت سر جاشه؟ مامان چی شده؟ چیزی نیست دخترم، بین زن و شوهر این چیزا پیش میاد. بیایم بریم عزیزم. راه دیگه ای نداریم قهرمان، جز رحم اجاره‌ای چاره دیگه ای نداریم. تنها چاره چی؟ دافنه، ما مجبور نیستیم بچه دار بشیم. حرفای دیگرانم برام مهم نیست. اما برای من مهمه. از نگاه های دیگران، از متلک پرونیاشون خسته شدم. من میخوام یه بچه داشته باشم قهرمان. اینکه یکی دیگه به دنیا بیارتش اصلا برام مهم نیست. فقط بهم بگه مامان، تو چشام نگاه کنه، دستمو بگیره، بهم نگاه کنه، براش لالایی بخونم، بخوابونمش. تو شکم یه زن دیگه؟ اون بچه ما میشه، یه بچه از من و تو، بچه‌ای که خاندانتون رو ادامه میده. ما بزرگش میکنیم.
میدونی وقتی یه بچه میبینم چه حسی بهم دست میده؟ یکم بود، فقط همین. هر دفعه یادم میاد من یه زن ناقصم. میفهمین یعنی چی؟ میدونی چقدر میرم مغازه های اسباب بازی فروشی الکی میکردم، به وسایل بازی بچه ها نگاه میکنم، ساعتها خیال بافی میکنم، اما خوب میدونم که هرگز اتفاقی نمیافته. میفهمین یعنی چی؟ باشه آروم باش. آرزوی مادر شدن خیلی بزرگه قهرمان. من میخوام مادر شم. التماست میکنم، میخوام مادر شم، میخوام بچه داشته آروم باشم. باش. میخوام مادر شم. دافنه گفتم بسه. میرم یه هوایی بخورم. دافنه داری چی کار میکنی؟ برات مهم نیست که دارم با اینا زندگی میکنم. ببین مش دارم قرص میخورم، تو قرصا غرق شدم، ولی برات مهم نیست. برات مهم نیست. باشه آروم باش. دیگه نمیتونم. دافنه نمیتونم این کارو بکنم. اینو از من نخوا. نمیخوام بچم تو شکم یه زن دیگه بزرگ بشه. مامان میترسم. من چی کار کردم؟ من گناه بزرگی مرتکب شدم. خدا خودش کمک بکنه. واسه نجات من این کارو کردی مامان، چون چاره دیگه ای نداشتی. الیف، اینجوری نمیتونیم زندگی کنیم. فرار کردن راهش نیست. میخوایم تو استانبول چی کار کنیم؟ اونجا شهر درندشتیه. یه راهی پیدا میکنیم مامان خوشگلم، نگران نباش. یه راهی پیدا میکنیم، نگران نباش. فرشته من عزیزم. جنگ و دعواشون هیچ وقت تمومی نداشت. خدا بیامرز همش زن و بچه‌شو کتک میزد. شما آخرین بار اونا رو کی دیدین؟ دختر بزرگی الیفو دیدم. صبح داشت با عجله میومد خونه. بعدش نمیدونم، حتما فرار کردن دیگه. دیشب از بس سر و صدا بود نتونستم بخوابم. صبح تو هم بخیر شکرا. صبح بخیر. نوش جونتون. خیلی ممنونم. آیسل به منم یه قهوه بده سرحال بشم. چشم. خب مشکلشون چی بوده؟ من چه میدونم شکران، مسائل زن و شوهریه دیگه. تازه به ما هم هیچ ربطی نداره. من قهوه‌مو تو سالن میخورم. پیش قاضی و ملق بازی.
رسیدی؟ آره عزیزم. لطفاً کارت شناساییتون رو در بیارین و بشینین. کارت شناسایی لطفاً. کاری از دستمون بر نمیاد. کارت شناسایی لطفاً. شما تحت تعقیبین. باید با ما بیان اداره پلیس. خوش اومدی. ممنون. بابام خواب امینه؟ نه، یکم پیش غذاشو خورد. دافنه تو حالت خوبه؟ با بابام حرف بزنم بهتر میشم. باشه، بابا تو سالنه. بابا جون، حالت چطوره؟ چقدر با هم خوش میگذروندیم بابا. اولین بار با تو سوار کشتی شدم. چرخ و فلک شهربازی، هواپیما، قطار. چه روزای خوبی داشتیم بابا. هرچی خواستم انجام دادی. هیچ وقت نه نگفتی. به جز یه بار. نمیدونم 12 سالم بود یا بیشتر. یه عینک آفتابی اون روزا مد شده بود. ازت خواستم بخریش. نمیدونم چرا خیلی عصبانی شدی. وسط میدون تقسیم بودیم. آدم ها و ماشینا رد میشدن و میرفتن. تو یهویی سر من داد زدی. گفتی نه الان نمیشه، بعداً میخریمش. منم لجبازی کردم، گفتم الا و بالله میخوامش، باید بخری. یادت میاد؟ بعد تو یهویی ساکت شدی. من خیلی ترسیدم. فکر کردم بابام دیوونه شده. اما بعدش اومدیم خونه. آروم شده بودی. بازم دلت نیومد، اومدی بغلم کردی و بوسیدی. گفتی بعضی وقتا پیش میاد دیگه، هیچی نمیفهمم. الانم من یه تصمیم خیلی سخت برای زندگیم گرفتم بابا. یه تصمیم خیلی بزرگ. ای کاش میتونستم بهت بگم، اما اگه چیزی هم نگم میدونم که همیشه هوامو داری. قهرمان قبول نکرد بابا، اما من منصرف نمیشم. چی کار کنم بابا؟ من دیگه هیچی به جز این نمیفهمم. بابا خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. حالا چی میشه آبجی؟ نمیتونم. بلایی سر مامان نیاد. عزیزم تو نترس باشه. مامان چیزیش نمیشه، ما هم چیزیمون نمیشه. باشه، نگران نباش، من کنارتم. این دیگه چیه کرم؟ از کی تا حالا با شرکتایی که اسم رسمی ندارن کار میکنیم؟ ما سالهاست با این آدما همکاری داریم. مشکلی هست؟ معلومه که نه. خب پس چی؟
کی تو این کار دست داره پسرم؟ دایی یعقوب. اون با اینا قرار مدار گذاشته، یه پیشنهاد گرفته، بعدش هم قرار داد بستن. فهمیدم. حداقل یه مشورتی میکردی بابا. اگه تو درد سر بیفتیم به عمو چی میخوایم بگیم؟ کشش نده دخترم، همه چی مشخصه. من با این قرارداد دارم به شرکت سود میرسونم، به جای تبریک دارید سرزنشم میکنید. جانان جون میشه ما رو تنها بذاری؟ بی خبر از من با یه شرکت دیگه صحبت کردی؟ بله، من یه پیشنهاد گرفتم، دیدم قیمت خوبی دارن، برای همینم قبول کردم دیگه قهرمان. داداش ما این همه ساله داریم با این آدما کار میکنیم، تا حالا هم هیچ مشکلی نداشتیم. از اون گذشته ما با اینا دوست هستیم. آخه این دیگه چه کاریه؟ درآمدمون مهمتره. برای من نیست. تو زندگی که همه چی پول نیست. در ضمن شرکت اینا اصلا اسم و رسمی نداره. از کجا معلوم رفیق نیمه‌را نشن و برامون درد سر درست نکنن؟ چطوری اعتماد کنیم؟ تو کار باید ریسک کرد دیگه قهرمان. درسته، تو بعضی موارد میشه، اما تو این کار نه. بهشون اعتماد ندارم و با کسی که بهش اعتماد ندارم کار نمیکنم. اینم امضا نمیکنم. من برادر تو هم، آدم به برادرش بی احترامی نمیکنه. داداش خیلی اعصابم خورده، نمیخوام ناراحتت کنم، لطفاً اصرار نکن.